یک لحظه آیا شما میدونید که فکر آدم، نیت آدم میتواند عملی گردد؟ منظورم این است که هر نیت و هر یک خواهش، هر یک امیدی که آدم دارد و آن را در خیالات میپرورد میتواند که عملی شود و در زندگی به همون مقصدهایش برسد. برای این پیش از همه در دل انسان باید خاطره های نیک باشد، نیت های نیک باشد و به دیگران نیز با نظری نیک و خوبی نظر بیندازی و به همه بهبودی طلبیدن یکی از خصلت های بهترین انسان است. خدایا تا حیات اندر زمین است و نور عشق تو جان آفرین است. بده بر بندگان ایمان کامل که کوی عشق فردوسی برین است. بر امیدان بده امیدواری، به ترسویان بده اسب سواری. خرد بر خیره سرهای زمانه، به ما صبر و تحمل بردباری. با نیتی نیک باشید و با یکدیگر مهربانی را هیچگاه فراموش نکنید. از کتاب قیام عشق، حمزه حکیمی، فرهاد.